داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. پیمان خدا گو ابراهیم. سالهای زیادی پس از طوفان بازی انسانی به روی زمین زندگیش کرد و مچ به یک زبان خبرش داد. به جایی که زمین را پر کنند، چنان که خداوند فرمان دادد جمع بودند و شروعش کرد که یک شهری جور کنند. آوان باز غرورش داشت و به خدای دستور و سخن اهمیتش نداد. آوان شروع کرد تا برجه جور کردنه که برجه سر به آسمان نبرسی. خدا دیست که هنو آگوتی همدیگر را متحد بودند و توانند هر کاری که ناپسند بید و آوانی خواسته بید انجام دهند. بنابراین خدا آوانی زبانه به مختلف زبانان تغییر داد و آوانه به همه جای دنیا پراکنده کرد و آن شهر که انسانان جور کردند بابل نام داشت که آیی معنی مخشوق و مشوش است. بعدش 100 ساله خداوند گو یک مردین زاگی که ابراهیم نام داشت خبر داد. خدا به ابراهیم فرمان داد بوتی ملکا و بوتی پسه گسا ترک کن و به سرزمینی بره که من ترا به رادا هدایت کنین و من به تا برکت دین و شتا کومی توین و پربار جوره کنین. من تی ناما تو کنین کسانی را که به تا برکت دهند مبارک کنین و کسانی را که ترا لعنت کنن ملعون وانین و مچ خانواده وانا که زمین سراوند به خاطر تا برکت گرند. ابراهیم هم خدا اطاعت کرد. آوتی همسر از سارای و بوتی غلامانا و هر چه که داشت زرد و به سرزمین کنعان که خداوند برای نشان دادت شد. هنگامی که ابراهیم به کنعان رست خدا فرمان داد به بوتی اطراف سیل کن. تمام یه سرزمین را که گنده من به ته و به تی زاگان به عنوان میراث دهیم و ابراهیم در زمین ساکن بود. یک روز ابراهیم و مردی به نام ملک صدق که خدای تعالی کاهنت دیدار کرد. ملک صدق ابراهیم را برکت داد و گفت خدای متعال که آسمان و زمین مالک است ابراهیم را برکت داد. اما وقت ابراهیم شواتی اموال 10 به ملک صدق داد. بعد 60 سالا که گذشت ابراهیم و سارای هنگت زاگی نداشتش. خدا گو ابراهیم خبر داد و شدوارک وعده داد که براوان بچه کدند و شایی نسلا باز زاگ به وجود اکد که مثل آسمان استاره بیند. ابراهیم به خدای وعده و ایمان یاورد و خدا ابراهیم را پارسازاند چون ابراهیم خدای وعده و باور کرد. داستانی برگرفته کتاب مقدس کتاب پیدایش فصلهای 11 الی 15.